جهان میلیاردها سال پیش شکل گرفت. اما ما از کجا آمده ایم؟ چگونه از یک جاندار ساده به فرمانروای زمین تبدیل شدیم؟ در ابتدا زمین تنها یک سیاره خاموش بود، پر از آتش و گدازه. اما چیزی در دل این هرج و مرج شکل گرفت، جرقه ای از حیات. میلیونها سال گذشت و اولین موجودات زنده در اعماق اقیانوس‌ها به دنیا آمدند. تکامل آغاز شد و بعد چیزی تغییر کرد، یک جهش، یک راز، چیزی که دانشمندان هنوز هم دقیقاً درک نکرده‌اند. موجودی جدید متولد شد و آن اولین انسان بود. او تنها نبود، گونه‌های دیگری نیز بودند، نئاندرتال‌ها، دنیسوان‌ها و شاید موجوداتی که هنوز نامشان را نمی‌دانیم. آنها شکار کردند، آتش را کشف کردند و برای بقا جنگیدند. اما تنها یک گونه زنده ماند و بقیه در دل تاریکی تاریخ ناپدید شدند. اما چرا؟ چرا تنها ما باقی ماندیم؟ آیا قوی‌تر بودیم یا رازی در میان بود که هنوز کشف نشده؟ و این سوالی است که شاید هرگز پاسخش را پیدا نکنیم.